چرا میگم گشت شهری دبی گزینه‌ایه که همه باید تجربهش کنن؟ بیا تا بهت بگم. باید بگم که گشت شهری دبی از بهترین تورهای تفریحی توی این شهره که امکاناتش رو در ادامه برات میگم. اول از همه اینو بگم که این گشت مدل‌های مختلفی داره. گشت شهری برنزی، گشت شهری نقره‌ای و گشت شهری طلایی. حالا فرقشون چیه؟ توی گشت شهری برنزی حدوداً ساعت 8:30 صبح میان دنبالت و از این مناظر دیدن میکنیم. کاخ زعبیل، قاب دبی از بیرون، محله سنتی بستکی و خانه‌های سنتی، قایق سواری ابرا در خور دبی، بازار طلا و ادویه، عبور از کنار مسجد جمیرا و موزه اتحاد، موزه هنر اسلامی، برج العرب، دپوینت که نمای پالم جمیرا و هتل آتلانتیس رو داره، دبی مال، آبنمای موزیکال دبی مال و بازدید از نمای بیرونی آکواریوم دبی مال، نمای برج خلیفه و در نهایت حدوداً ساعت 2:30 برگشتتون به هتل هست. لیدر این تور انگلیسی زبانه. گشت شهری نقره‌ای 2 تا پکیج داره. توی پکیج اول ترانسفر از درب هتل حدوداً ساعت 10:30 صبح انجام میشه و از کاخ زعبیل بیرون و لابی موزه آینده، قاب دبی از بیرون، محله سنتی بستکی و خانه‌های سنتی، قایق سواری ابرا در خور دبی، بازار طلا و ادویه، عبور از کنار مسجد جمیرا و موزه اتحاد، بازدید از مسجد فاروق عمر ابن خطاب، برج العرب، مونوریل سواری در پال، مارینا واک، دبی مال، آبنمای موزیکال دبی مال، نمای شیشه آکواریوم دبی مال، نمای برج خلیفه بازدید میکنیم و ترانسفر برگشت حدوداً ساعت 7:30 بعد از ظهر. لیدر این تور هم انگلیسی زبانه. پکیج دوم گشت نقره‌ای ترانسفرش از درب هتل حدوداً ساعت 1:30 بعد از ظهر و از مدینه جمیرا، پالم جمیرا، دپوینت یات سواری داره 1 ساعت توی مارینا، بازار ابن بطوطه، آیس کافی میری که به همراه موسیقی و پذیرایی نوشیدنی گرمه، دبی مال، آبنمای موزیکال دبی مال، نمای شیشه آکواریوم دبی مال و نمای برج خلیفه هست. شامش به صورت بوفه توی رستوران ایرانی دانیال هست که بیش از 70 مدل غذا، دسر و نوشیدنی داره. لیدر این تور فارسی زبان هست و ترانسفر برگشت به هتل حدوداً ساعت 10:30. و اما نوبت معرفی گشت شهری طلاییه که خودم این گشت رو به همه توصیه میکنم تجربه کنن چون که کامل تر از همه هست. توی این گشت حدوداً ساعت 1:30 بعد از ظهر میان دنبال تو، از این جاها دیدن میکنیم: ساحل دبی، برج العرب، بازار مدینه جمیرا، پالم جمیرا، دپوینت، یات سواری داره 1 ساعت توی مارینا، بازار ابن بطوطه، دبی مال، آبنمای موزیکال دبی مال، نمای شیشه‌ای آکواریوم دبی مال و نمای برج خلیفه. شام به صورت بوفه توی رستوران ایرانی دانیال هست با بیش از 70 مدل غذا و نوشیدنی و دسر و در آخر هم ترانسفر برگشت ساعت 10:30 شب به سمت هتل میره. باید بگم که لیدر این تور هم فارسی زبان هست و قرار حسابی بهت خوش بگذره.